سلام، وقتتون بخیر بچه‌ها. با یه موضوعی که من خیلی مشکل دارم، مشروب خوردن عروس و داماده. عروس و داماد میان با دوستاشون تو روز عروسیشون مشروب میخورن، وقتی میان تو سالن میرقصن تا اونجا خوبه، محبت زیاد دوستاش 3-4 تا پیک دیگه بهشون میدن، بعد داماد یهویی غیب میشه. کجا رفته سر میز دوستاش نشسته، یاد مجردیاش افتاده، داره عرق میخوره. 3-4 تا پیک دیگه که میخوره بلند میشه، چشای سیاهی میره وسط، میونه این کیه داره میرقصه؟ عروسه. نمیشناسش، دستشو میگیره میبره گوشه، میگه چرا جلوی دوستای من این لباسو پوشیدی؟ از صبح با دوستاش بوده. بعد یهویی فاز منفی میگیره، فامیلای عروسو چپ نگاه میکنه، فاز مجردی میگیره، میره با دوستای عروس میرقصه. بعد خیلی کارای زننده، کتو در میاره، میپره بالا استیج، میکروفونو میگیره و کاملا تر میزنه به عروسیش و با آبروی عروس و خانواده خودش بازی میکنه. عروس خانمم نباید بخوره، به خاطر اینکه واقعا اینکه یه عروس دهنش بوی عرق و سیگار بده به نظر من قشنگ نیستش. لطفاً آقا دامادا، عروس خانوما، نکنین این کارو، بذارین اون روز عروسیتون این هم هزینه کردین قشنگ تمام بشه بره. دمتون گرم. مرداد داداش 8:30 عروس و داماد کجان؟ داداش تو پارکینگ هم دارن مشروب میخورن.